هیچ میدونید مادر امیر قطر اصالتا شیرازیه؟ بعضی از رسانه ها میگن اسم اصلی مادر امیر قطر زهره صادقیه و ایشون از شیرازی های مقیم قطره که با چهره زیباش دل بابای امیر قطر رو برده. و زن اصلیش توی حرمسرای شیخ حمد شده با اینکه همسر چهارمشه. البته این زن توی قطر به نام موزا بنت ناصر معروفه. میگن پدر ایشون یکی از مخالفان امیر قطر بوده و دخترش رو هم بهش نمیداده، ولی در نهایت راضی شده. زهره خانم توی پیشرفت قطر هم نقش زیادی داشته. ایشون چندین مؤسسه آموزشی و بهداشتی توی قطر راه انداخته و توی میزبانی قطر در جام جهانی هم نقش مهمی داشته. با کارهای شیخ حمد و همسر ایرانیش حالا قطر چهارمین کشور ثروتمند جهانه و الان میانگین درآمد سالیانه قطری ها چیزی در حدود 3.5 میلیارد تومنه. شیخ هم چند وقت پیش از قدرت کناره‌گیری کرد و پسرش رو جانشین خودش کرد. حالا شما لایکو بزنید و بگید نظرتون چیه. اگه این پست دوست داشتید